سلام عزیزان، خیلی خوش آمدید به برنامه قدم به قدم با خدا. اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی که هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شدیم، با واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. رومیان 5 آیه 8 تا 10. عزیزان، در این فصل 14 با کمک و فیض خدا میخوام در میان بذارم درباره محبت خدا. و هر دفعه تو هر برنامه میگم میخوام خوب بدونید که من نه متخصص محبت هستم، نه معلم محبت هستم، بلکه شاگرد محبت هستم، چون عیسی مسیح خداوند منه و معلم منه. عزیزان، فقط در مسیحیت به ما گفته میشه که خدا محبت است. هیچ دین دیگه نمیگه خدا محبت است. و ما میدونیم هم از لحاظ شخصیتش و هم از لحاظ هویتش خدا محبت است. وقتی که خدا هویت خودش را به ما آشکار میکنه، ما 3 چیز کشف میکنیم. اولا هویت واقعی خودمون در عیسی مسیح کشف میکنیم. پیدا میکنیم که خودمون کی هستیم. و عزیزان، بدون خدا، بدون عیسی مسیح، ما فقط میتونیم گناههای خودمون رو بشناسیم، هویت خودمون با گناه. ولی با عیسی مسیح ما میتونیم هویت واقعی که خدا ساخته و ما رو خوانده بشناسیم. پس خدا هویت خودش رو آشکار میکنه، ما هویت خودمون رو پیدا میکنیم. دوماً وقتی که خدا هویت خودش با ما آشکار میکنه، ما میبینیم که خدا میخواد ما رو تبدیل کنه. خدا نمیخواد ما همین جایی که هستیم، با همین شخصیت و اخلاقی که داریم، با همه عادتهایی که داریم، عادت فکر، عادت احساس، عادت روش، میبینیم که نه خیر، خدا میخواد ما رو تبدیل کنه و مانند پسرش عیسی مسیح ما را بسازه. بعد عزیزان، سوماً میبینیم که خدا میخواد استفاده کنه از ما. یعنی میخواد که ما وسیلش باشیم که بتونه از طریق ما ملکوتش و جلالش و محبتش رو پخش کنه تو این تمام دنیا پر تاریکی. این خواندگی خیلی افتخار بزرگیه عزیزان، کم حساب نکنید. خیلی افتخار بزرگیه و خدا حاضره تک تک شما را در این روش بیاره، در این راه بیاره که خودش آشکار کنه که هویتش محبت است،
که هویت واقعی خودتو به تو نشون بده، که من و شما رو تبدیل کنه، بعد من و شما رو بفرسته تو این دنیای تاریک با نورش، جلالش و ملکوتش. عزیزان، ما خودمون رو نمیتونیم واقعا بشناسیم پیش از اینکه خدا رو بشناسیم. نمیشه، چون خدا هست که چشم ما رو باز میکنه که اول خودش واقعا بشناسیم، بعد وقتی که نگاه میکنیم به خودمون رو واقعا بشناسیم. و اولش یه ذره سخته، چون باید به تمام گناه ها نگاه کنیم و بگیم و اقرار کنیم که بله من این بدکار بودم، من این کارا رو کردم و حالا توبه میکنم. و بعضیا همینجا گیر میکنن، نمیخوان اقرار کنن که گناهکار هستن، نمیخوان و همینجا با گناهاشون گیر میمونن تا روز قضاوت. ولی من دعا میکنم که این داستان شما و من نباشه. پس هویت خودمون، واقعا هویت واقعی خودمون نمیتونیم بشناسیم تا اینکه خدا رو بشناسیم. و خدا به ما میگه که محبت است. یعنی چی خدا محبت است؟ یعنی چی؟ خدای محبت آدمکش نیست. خدای محبت هیچ چی میشه به فارسی؟ از یادم رفته، معذرت میخوام. تعصب. خدای محبت تعصب نداره. تعصب نداره. آیا شما تعصب دارید؟ یکی که یه دین دیگه است، یکی که یه خارجیه، توی مملکت زندگی میکنه که از این مملکت خوشت نمیاد، تعصب داری؟ خدای محبت تعصب نداره. خدای محبت حاضر همه رو قبول کنه و پاک کنه و پارسا کنه و بیاره در آغوشش و در خانوادهش و در آسمانش با فرشتگان مقدس زندگی کنن. این هست خدای محبت، نه خدای بزن و بکش و آدمای بیگناه رو اذیت کن. این خدای محبت نیست. عزیزان، خدا ما رو از محبت ساخت و برای محبت ساخت. خدا ما رو از محبت ساخت و برای محبت ساخت. خدا ما رو نساخت که بریم دنبال لذت ها و گناه های خودمون. خدا شما رو خوانده برای محبت. آیا حاضرین؟ حاضرین؟ من یه مشاور حرفه‌ای هستم و کار میکنم با زن و شوهر و بچه ها. بعضی موقع ها، یعنی بیشتر موقع ها، مریضام تک تک هستن، ولی همیشه یه وصلی دارن به رابطه های با کسای دیگر. و من میبینم تو دفترم، تو مطبم، دائما تو خونه های این شخص دائما یه جنگی هست. شاید جنگ درون خود آدمه، شاید جنگ درون خانواده است، زن و شوهر، پدر و پسر، مادر و دختر، شاید جنگ بین برادر خواهرها هست، ولی بالاخره جنگ هست. و خیلی چیزا من شنیدم و امیدوارم که خدا میتونه پاک کنه از هوش و فکرم. خیلی چیزای بد شنیدم، ولی این چیز من همیشه میبینم که میخوام در میان بذارم. هر کی که جلوم نشسته
خودش آدم درستکار و درست میبینه و اون طرف رو آدم نادرست میبینه. همیشه من بیگناه هستم، من کاری نکردم، این همیشه عصبانیه، این همیشه مست میکنه، من آدم خوبی هستم، این آدم بدی هست. همیشه این تم هست، این موضوع پیش میاد، من خوبم اونا بد هستن. در ضمنم هر کی که جلوم نشسته بیشتر موقع ها، نه همیشه، خودشونو بی عیب و بی تقصیر میبینن و اون طرف تقصیر کار میبینن و پر عیب. حالا اگه شما جای من بودین چی کار میکردین؟ چه کار میکردین؟ به من میگن من اصلا دوست نداره، یا میگن من دیگه دوستش ندارم، نمیخوام باشم دیگه، میخوام برم، میخوام طلاق بگیرم. و بعضی موقع زن و شوهر با هم میان تو دفترم و ادامه میدن دعواشونو و من یه ذره میشنوم. بعد به هر دوتاشون میگم شماها باید انتخاب کنید. باید انتخاب کنید. آیا میخوای حق خودت داشته باشی و میخوای که آدم درست باشی، یا میخوای محبت داشته باشی و آدمی باشی که هم عاشق هستی و هم دوست داشتنی هستی؟ کدوم میخوای؟ حق یا محبت؟ هر دوتا رو نمیتونی داشته باشی. و تا حالا هیچی به من نگفته من حق خودم میخوام. همه‌شون گفتن من محبت میخوام. پس بهشون میگم اگه محبت میخوای باید غرورت کنار بذاری و جنگو کنار بذاری و فکر کنی و از اون طرف بپرسی چجوری میتونم بهت امروز محبت کنم. و هر دوتاتون از همدیگر میپرسین چی لازم داری؟ چجوری میتونم خدمت کنم؟ چجوری میتونم تو رو محبت کنم؟ حالا نگاه کنیم به رومیان 5 آیه 8 تا 10. آیه 8 خدا محبت خودش رو ثابت کرد محبتش رو. فقط حرف نبود، عملم بود. که هنوز وقتی که ما گناهکار بودیم مسیح برای خاطر ما جانش قربانی کرد. وقتی که هنوز گناهکار بودیم برای ما مرد. آیه 10 میگه از طریق خونش حالا ما پارسا شمرده شدیم و جای ما جهنم دیگه نیست، جای ما آسمانه. و اگر این خدا وقتی که ما هنوز دشمنش بودیم پسرش فرستاد و قربانی کرد برای خاطر من و شما، چه برسه به چقدر بیشتر حالا اکنون که فرزندانش هستیم به ما محبت میکنه. ببین عزیزان، شماها که حقتون میخواین، حقتون جهنمه از طریق گناه ها. و وقتی که به خدا نگاه میکنید میتونی به خدا بگی حقم میخوام، دشمنم رو بکش، زنم رو فروتن کن، بچه هامو درست کار کن، هر چی که میخوای. حقم میخوام. خدا میگه حق جهنمه. یا میتونی بگی نه حقم نمیخوام،
محبت میخوام. خدا میگه بفرمایید، بفرمایید به آسمان من. اگر واقعا محبت میخوای، اومدی به خدای محبت و بهت نشون میدم که چجوری میتونی با محبت بسازی و زندگی کنی. و عزیزان، متاسفانه بهتون میگم که بعضیا محبت نمیخوان، جنگ دوست دارن، دعوا دوست دارن، گناه دوست دارن، دوست دارن تو سر یکی بزنن، دوست دارن فحش بدن، دوست دارن بچه هاشونو کتک بزنن یا همسرشونو کتک بزنن، خوششون میاد. اینا دیگه انقدر رفتن فرو تو گناه، اصلا هیچ ایمان ندارن که محبت وجود داره. آیا شما یکی از اینا هستید؟ میخوام شما رو معرفی کنم به خدای محبت. شما هنوز این خدا رو نشناختی، هنوز آشنا نیستی و آشتی هم نیستی. آیا شما خوشحال هستی با کتک کاری و دعوا و داد و بیداد و مست کردن و مواد؟ خوشحالی؟ خوشحالی بدون محبت کسی؟ میخوای اینجوری ادامه بدی زندگی تو؟ یا میخوای بیای به طرف خدا و فرزند خدا خوانده بشی؟ دست خودته عزیزم. و بدون که خدا هم مانند یه قاضی عادل میتونست به بشر بگه حقم میخوام، حقم میخوام از عدالتم، از خدا بودنم، از قدوسیتم، حقم میخوام، همه‌تون تو دنیا برین به جهنم، چون من خدا هستم و حقم میخوام. خدا میتونست اینجوری با ما رفتار کنه، میتونست ما رو بفرسته به جهنم. این پاداش ماست، حق ماست. و خدا میتونست تو آسمان بشینه با فرشتگان مقدس بدون هیچ انسان. بله عزیزان، خدا حقش نخواست، محبت خواست. چرا؟ چون خدا خدای محبته، خدای حق و جنگ نیست، خدای محبته. و از محبتش پسر خودش رو قربانی کرد برای ما گناهکاران که حقمون جهنمه. این هست خدای محبت، این هست خدای محبت. و عزیزان، همین خدایی که به ما گفت دشمنانتون رو محبت نما، خودش دشمنان خودش رو محبت میکنه. چی میگه در آیه 10؟ وقتی که رومیان 5 آیه 10، وقتی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، خدا پسرش قربانی کرد که بتونیم آشتی کنیم با خدا. پس فقط من و شما نیست که باید دشمنانمون رو محبت کنیم، بلکه خود خداست که خدای محبته که میخواد ما هم دشمنان خودمون رو محبت کنیم، همون جوری که خدا ما رو محبت کرد وقتی که دشمنش بودیم. عزیزان، این صلیب
البته این مجسمه از صلیب عیسی مسیح 2000 سال پیش به ما ثابت کرده که خدا محبت است. شما که سخت دل هستین و بدبین هستین و فکر میکنین که محبت اصلا وجود نداره، این ثابت کرده که نه فقط وجود داره ولی خدا برای شما آمده است و همین الان در حال حاضر داره نجات رو به شما تعارف میکنه. آیا قبول میکنید؟ آیا دریافت میکنید این محبت شیرین خدا را؟ میتونید همین الان در حال حاضر دریافت کنید. یا میتونید تلخی و نفرت و بداخلاقی و هزارهای گناه رو با اونا بسازی و زندگی کنی تا معذرت میخوام بمیری و بری به جهنم. دست خودتونه. امروز خدا داره به شما میگه انتخاب کن کدوم میخوای، محبت یا جهنم. دست خودتونه. بعضیاتون میگین که اصلا خدا وجود نداره، محبت وجود نداره، حرفایی که میزنی بی خود هستن، هیچ دینی فایده نداره، من راه خودم میرم. و این خدایی که عاشقته و پسرشو برای شما فرستاد میگه نرو، بیا این طرف، من خونم ریختم برات، جانم دادم برات. چرا میری؟ چرا میخوای خودت دور نگه داری از این محبت؟ چرا؟ منم از شما میپرسم مانند یه مشاور، چرا محبت نمیخوای؟ چی کار کردی؟ به تو چی کار کرده شده؟ چرا محبت نمیخوای؟ فکر کن. آیا غروره؟ نمیخوای فروتن باشی؟ نمیخوای گناهاتو اعتراف کنی؟ این غرور که اینقدر برای شما معذرت میخوام با ارزشه، بیشتر ارزش داره تا محبت خدا؟ یا میگی که نه، من خانوادم خوششون نمیاد اگه مسیحی باشم، دوستامو باید عوض کنم، شغلمو باید عوض کنم، دیگه این کارهای پست نمیتونم بکنم. این محبت خدا خیلی گرانه. بله راحت خدا بدون قیمت به ما میده، ولی اگه بخوایم دریافتش کنیم ما هم باید همه چی رو از دست بدیم برای خاطر خدا. ما هم باید همه چی رو از دست بدیم، همه چی رو کنار بذاریم برای خاطر محبتش، برای خاطر خودش. ولی فکرش کن آخر سر کجا میرسیم؟ اونایی که خوشبین هستن، یکی شیشی بود، اولین معلم کتاب مقدس من بود که حالا رفته آسمان، خدا بیامرزتش. همیشه میگن اونایی که خودکشی میکنند خوشبین هستن. و کلاس میگفت چجوریه؟ مگه آدمی که خودش میکشه بدبین نیست؟ گفت نه خیر، آدمایی که خودشونو میکشن خوشبین هستن. و میگفتش که میخوای بدونی چرا؟ و ما میگفتیم بله چرا. گفتش چون فکر میکنن دارن به یه جای بهتر میرند. فکر میکنن از اینجا که اینقدر دردناکه
دارن به یه جای بهتر میرن، یا به نابودی یا به یه جای خوب، ولی نمیدونن که یه جای سوم هم هست. اولا نابودی امکان نداره چون خدا ما رو ساخته. یا ما میریم به بهترین جا یا ما میریم به بدترین جا. جای دیگه نیست، فقط این دنیا، بالا یا پایین. پس عزیزان، خدا محبت رو انتخاب کرد و پسرش رو فرستاد و التماس میکنه از طریق من که شما محبت انتخاب کنید در رابطت با خدا، در رابطه با تمام دیگران. محبت انتخاب کنین عزیزان. شما چی انتخاب میکنین؟ خدای عزیز، دعا میکنم برای همه که دارن تماشا میکنن و صدای من میشنون که تو رو انتخاب کنند و محبتت انتخاب کنند و گناهاشون رو اقرار کنند و بیان پیروی عیسی مسیح. این دعای من عزیزان برای خود شما و برای خودم. تا دفعه دیگه در دستهای مقدس خدا شما رو میسپرم. به نام پدر و پسر و روح القدس. آمین.